من به بهترین وجه چهره مردم ایران نشون میدم، ولی اجازه چهره اصلی نظام اوبو نشون بدم؟ آخه کاری من به قوم ندارم، شما داری اونجا به قوم نه، اوب نظام اوب یعنی ابنه‌ای. نه ول کن، حرف زشت نزن. ابنه‌ای حرف زشت نیست عزیزم، تمام آخوندا ابنه‌ای هستن. تمام آخوندا ابنه‌ای هستن. نه اینا رو که دیگه به ما که این کارا رو با آخوندا نکردیم، مردم کردن، مردم اومدن به گفتن آقا یه آخونده گونیه. داری اونجا گدایی میکنی آبروی. آقا من گدایی که عرض کردم بنده تو پاکت $2 آقا آره تو خودت هم میدونی میگم چرا میگم بذار. آره من اولا اون گدایی $1 تو پاکت، اون با اون پاکته من $2000 اون پاکت رو میفروشم. فهمیدی یا نه؟ ما اینقدر کلمو کار میکنه میگی $1 بفرست داره $2001 اونو میفروشیمش. این گداییه. نه زرنگیه داداش. حالا الان ما داریم با آمریکا صحبت میکنیم دهنتون رو سرویس کنیم، مگه ولتون میکنیم؟ با اینا کنار بیایم کار تمومه. الان اوباما بگو خدا اعلام بکن، اختیار دارین. اتفاقا به این میخواد تازه دختر سیدعلی یا رفسنجانی هم صیغه کنه. اوباما بگو آره میخواد ترتیبشون رو بده، تو بمیری. خدا نه آره بیا این دفعه تو بمیری که گوشت سگ ارزون بشه. یه بعدن دیگه سگ و اینا دیگه خفه شو برو بکارت من زیاد با درف زدی به اندازه کافی به تپوندی چیز حضور چی میگن اجلال یادم رفته عز حضور دادیم داداش، در حضورمون بودی انبساط خاطر حاصل شد دیگه، برو پک کارت مرتی که پوفیوز